چیزایی که یه زن از شوهرش میخواد شوهرش جذاب باشه، نه تنها از نظر جسمی بلکه در رفتار و افکارش هم جذاب باشه، شوخ‌طبع باشه و خلق و خوی دلپذیری داشته باشه. میخواد شوهرش خرجی بده. زن حتی اگه از نظر مالی مستقل باشه دوست داره براش هزینه کنین. شاید بعدش نیاد ازتون حمایت مالی کنه، اما دوست داره مردش برای خانواده درآمد داشته باشه. قلبی مهربون داشته باشه، شوهری که نسبت به دیگران با ملاحظه و مهربون باشه، حواسش به بقیه هم باشه. بهش احترام بذاره. احترام متقابل پایه و اساس رابطه است. دوست داره از زحماتش در خونه قدردانی کنین و بهش به عنوان یک همسر، مادر و مراقب خانواده احترام بذارین. بهش بگین که چقدر برای کمکاش ارزش قائل هستین. باهاش صادق باشین. وفاداری بخش مهمی از رابطه است. یه زن نمیتونه عدم صداقت یا خیانت رو بپذیره. خواهان شوهریه که راستگو باشه. حتی اگه گاهی اوقات صادق نباشید، اعتمادش رو از دست خواهید داد و بعد از اون حتی برای کارهای درستی که انجام میدین بهتون شک خواهد کرد. احساساتش رو درک کنه و گاهی اوقات نوازشش کنه. زنان موجودات حساسی هستن. قبل از گفتن هر چیزی 2 بار فکر کنین. زن ممکنه شما رو ببخشه، اما کلماتی که در عصبانیت گفتین رو فراموش نخواهد کرد. زن دوست داره شوهرش بالغ رفتار کنه. مردی مسئولیت پذیر باشه که بتونه شرایط رو مدیریت کنه. دوست داره شوهرش به وعده‌هاش عمل کنه. اگه به همسر یا بچه‌هاتون قولی دادین بهش عمل کنین. قولتون رو انجام بدین تا ازتون ناامید نشن. مردی که به وعده‌هاش عمل میکنه همسرش رو بدون اینکه تلاش زیادی انجام بده جذب میکنه. بهش گوش بده. به چیزی که زن میگه توجه کنه. وقتی صحبت میکنه بهش نگاه و توجه بده. در مورد کارهای روزانه باهاش صحبت کنه و از هم سوال و جواب کنن. دوست داره شوهرش بهش اعتقاد و اعتماد داشته باشه. وقتی زن میگه از پس یک کار یا موقعیت برمیاد، به جای مداخله کارو بهش بسپره. همچنین اگه ترس و دلهره خودش رو با شوهرش در میون گذاشت، بیخیال نشه، مشکل رو درک و بهش رسیدگی کنه. زن دوست داره شوهرش اعتماد به نفس داشته باشه اما مغرور نباشه. مرد با اعتماد به نفس میتونه بر هر مانعی غلبه کنه و مشکلاتی که پیش میاد رو حل کنه و در هر شرایطی از خانواده مراقبت کنه. بهش احساس امنیت بده، ازش محافظت کنه. شجاعت محافظت ازش رو داشته باشه. عشق خودش رو به زنش ابراز کنه. هر از گاهی زنش رو سورپرایز کنه با دادن هدیه یا برنامه‌ریزی برای شام رمانتیک، چه تو خونه چه بیرون. به زنش فضا بده. اجازه بده زن هر از چندی با دوستاش وقت بگذرونه یا یه شب شام درست نکنه و فقط به کارهای مورد علاقه‌اش بپردازه. اوقات خصوصی برای خودش داشته باشه. زن دوست داره شوهرش هرگز تولدها و سالگردها رو فراموش نکنه. دوست داره مسئولیت فرزندان و کارهای خونه با شوهرش تقسیم بشه. زن دوست داره وقتی عصبانی میشه شوهرش باهاش مدارا کنه و مقابله به مثل نکنه و تحملش کنه. دوست داره با شوهرش تعطیلات رو به مسافرت بره و در واقع این خود شوهر باشه که همیشه برای مسافرت شور و اشتیاق داره و هیجان زده است، نه اینکه زن به زور مجبورش کنه برن مسافرت. زن دوست داره مورد اعتماد شوهرش باشه و شوهر گوشیشو چک نکنه. دوست داره شوهر خانواده زنشو دوست داشته باشه. دوست داره با هم تلویزیون تماشا کنن، دست در دست و در آغوش هم زیر پتو به تماشای فیلم و سریال طنز یا رمانتیک بپردازن. زن دوست داره شوهرش از آشپزیش لذت ببره، بهش بگه آشپز خوبیه. وقتی غذای جدیدی میپزه از تلاشش قدردانی و تشویقش کنه. دوست داره شوهرش صبور باشه و همدلی داشته باشه. بهش بگه از زحماتش ممنونه، در آغوش بگیردش و بهش ابراز محبت کنه. زن دوست داره با شوهرش ارتباط برقرار کنه، آزادانه با زنش صحبت کنه و نذاره شکاف ارتباطی ایجاد بشه. زن دوست داره با شوهرش مکالمه داشته باشه و افکار، احساسات و نگرانی‌هاشو به اشتراک بذاره.